یکی از مهمترین و اصلی ترین دردها و گرفتاری هایی که ممکنه یک مؤمن و یا یک خانواده مسلمان و یا یک جامعه اسلامی با اون مواجه بشود و دچار اون گرفتاری بگردد، درد و رنج و بیماری غفلت است. چیزی که چقدر قرآن و همچنین پیغمبر علیه السلام ما رو بر حذر داشتن از اون. غفلت از خدا این بدترین و خطرناکترین بیماری ها و دردهایی است که ممکنه یه انسان به اون دچار بشود. نه اینکه دنیای انسان رو برباد میدهد، بلکه آخرت انسان رو ویران میکند. حقیقتا کسانی که مآل و سرانجامشون عیاذا بالله جهنم است، در سایه و نتیجه غفلت بوده. وقتی انسان از خدا و قیامت غافل بشود، دست به هر کاری میزند. من یه سوالی دارم از همه عزیزان، هر کجا باشیم این سوال رو مطرح بکنیم. وقتی ما در میان مسلمانان اون همه گناه ها، اون همه معاصی و نافرمانی میبینیم، آیا شما تصور میکنید چون مسلمانان نمیدانند؟ اونی که نماز نمیخواند نمیداند که گناه بزرگه؟ میداند، همه میدونن. بالاخص نماز چه جایگاهی داره همه مسلمان ها از بزرگ و کوچک میدانن. اما چقدر ما انسانهایی داریم که یا بی نمازن یا تو نماز خوندنشون بی پروا و سهلنگارن، سستی میکنن. ماه رمضان که میاد، کسانی که روزه خوری میکنن نمیدانن که روزه خوردن با عمد حرام است و گناه بزرگه، میدونن. چرا این کارو میکنن؟ اونی که دنبال ارتباط نامشروع یا اون چیزی که قرآن بهش گفته زنا میرود، نمیداند که حرام است؟ میداند. پس جهل و نادانی همیشه به عنوان عامل ارتکاب گناه نیست. خیلی از گناه هایی که افراد انجام میدهند میدونن که گناه است، میدانن که حرام است، اما باز هم انجام میدهند و مرتکب اون میشوند. در نتیجه غفلت و فراموش کردن و پشت سر گذاشتن و بی‌پروا بودن است از روز قیامت، از حساب و کتاب. بهشت و دوزخ رو فراموش کردن است، از اینکه الله جل شأنه مراقب و ناظر و مواظبمون هست انسان فراموش میکند. این است غفلت، این است غافل بودن. اونی که دروغ میگوید مگر نمیدونه که دروغ میگه؟ چرا کسانی که گناه میکنن غالبا برای گناه کردن برنامه ریزی میکنن که کسی اونها رو نبیند، آبروی اونها نرود، کسی متوجه نشود. چرا بعضیا این کارو میکنن؟ چون میدونن که زشته، میدونن که گناه هست، میدونن که بد است، اما چرا انجام میدهن؟ چون غافلن از خدا. مرگ و بعد از مرگ و قیامت رو از یاد برده‌اند. اونی که خیانت میکند، اونی که مال مردم میخورد، اونی که قسم دروغین میخورد، گواهی زور و باطل میدهد، اونی که تهمت میزند، غیبت میکند، نمامی میکند، اونی که مشروب میخورد، اونی که دنبال مال و جان و ناموس مردم است، همه این گناه ها از بزرگ و کوچک، ما همه ماها یا اکثریت ماها، مرد مسلمون، زن مسلمون، نه پیران و سالمندان، حتی جوانان ما هم میدونن. پس علت اصلی نافرمانی الله جل شأنه در میان ما امت اسلامی و مسلمانان قبل از اینکه جهل و نادانی باشد، غفلت است و فراموشی است.